یه ایرانی چجوری املت درست میکنیم؟ اینطوری شروع میکنیم. اینجا پیاز داغ داریم. پیاز داغ داره آماده میشه، میکس کنیم. بله، اینجا گوجه داریم و قارچ. اینجا هم تخم مرغ 5 عدد. بله 5 عدد. ما اینا رو با هم میکس میکنیم و یه املت خوشمزه با هم درست میکنیم. ببینیم چی کار میکنیم. یه نکته خیلی مهم راجع به یه املت خوشمزه اینه که شما پیاز رو نباید بذارین خیلی سرخ بشه، باید پیاز آبدار باشه. بعد شما گوجه و قارچ اضافه میکنین، یه چند دقیقه تفت میخوره. بعد تخم مرغ و چند دقیقه بعدش دیگه آماده است. تخم مرغ مخلوط شد با گوجه و مشروم و فارش ببخشید، قارچ و پیاز داغ و این دیگه کم کم میره که بعد از چند دقیقه آماده بشه. این هم از املتی که در واقع صحبتش رو میکردیم. یه املت کاملا حسی با 2 اسلایس برد ما اینجا داریم و دیگه جای شما خالی. خب دوستان با اجازت.